با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند؟ غالب اشارت به من کردند. گفتمش خیر است. گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و به زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. گر به کرم رنج شوی مزد یابی، باشد که وصیتی همی کند. چون به بالینش فراز شدم این می گفت. دمی چند گفتم برآرم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس. دریغا که بر خوان الوان عمر، دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت چه گویم؟ ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در می کنند دندانی؟ قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی. گفتم تصور مرگ از خیال خود به در کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان که فیلسوفان یونان گفته اند مزاج ارچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه هایل دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده بر کرد و بخندید و گفت دست بر هم زند طبیب ظریف چون خرف بیند اوفتاده حریف. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بند ویران است. پیرمردی ز نزع می نالید، پیرزن صندلش همی مالید. چون مخبط شده اعتدال مزاج، نه عزیمت اثر کند نه علاج. پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسته و دیده و دل در او بسته و شبهای دراز نخفتی و بذلها و لطیفها گفتی باشد که معانست پذیرد و وحشت نگیرد. از جمله می گفتم بخت بلندت یار بود و چشم بختت بیدار که به صحبت پیری افتادی پخته پرورده جهان دیده آرمیده گرم و سرد چشیده نیک و بد آزموده که حق صحبت بداند و شرط مودت به جای آورد. مشفق و مهربان، خوش طبع و شیرین زبان. تا توانم دلت به دست آرم، ور بیازاریم نیازارم. ور چو طوطی شکر بود خورشت، جان شیرین فدای پرورشت. نه گرفتار آمدی به دست جوانی معجب خیره رای سرتیز سبک پای که هر دم هوسی پزد و هر لحظه رایی زند و هر شب جایی خسبد و هر روز یاری گیرد. وفاداری مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلی دیگر سرایند. خلاف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنند نه به مقتضای جهل جوانی. ز خود بهتری جوی و فرصت شمار که با چون خودی گم کنی روزگار. گفت چندین بر این نمط بگفتم که گمان بردم که دلش بر قید من آمد و صید من شد. ناگه نفسی سرد از سر درد برآورد و گفت چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من
وزن آن سخن ندارد که وقتی شنیدم از قابله خویش که گفت زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری. لما رأت بین یدی بعلها شیئا کأرخی شفة الصائم تقول هذا معه میت و انما الرقیة للنائم. زن کز بر مرد بی رضا برخیزد بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد. پیری که ز جای خویش نتواند خاست الا به عصا کیش عصا برخیزد. فی الجمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید. چون مدت عدت برآمد عقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترش روی تهی دست بدخو. جور و جفا می دید و رنج و عنا می کشید و شکر نعمت حق همچنان می گفت که الحمدلله که از آن عذاب علیم برهیدم و به دین نعیم مقیم برسیدم. با این همه جور و تند خویی بارت بکشم که خوب رویی. با تو مرا سوختن اندر عذاب به که شدن با دگری در بهشت. بوی پیاز از دهن خوب روی نغزتر آید که گل از دست زشت. مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی. شبی حکایت کرد مرا به عمر خویش بجز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای دراز در آن پای درخت بر حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست. تا دعا کردمی و پدر بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتود. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر تا همان چشم داری از پسرت. روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه‌ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت چه نشینی که نه جای خفتن است. گفتم چون روم که نه پای رفتن است. گفت این نشنیدی که صاحب دلان گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن. ای که مشتاق منزلی مشتاب پند من کار بند و صبر آموز. اسب تازی دو تگ رود به شتاب و اشتر آهسته می رود شب و روز. جوانی چست لطیف خندان شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم. روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیوفتاد. بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزندان خواسته و بیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده. پرسیدمش چگونه ای و چه حالت است؟ گفت تا کودکان بیاوردم دگر کودکی نکردم. ماز الصبا و الشیب غیر لمتی و کفی به تغییر الزمان نذیرا.
چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. طرب نوجوان ز پیر مجوی، که دگر ناید آب رفته به جوی. زرع را چون رسید وقت درو، نخرامد چنان که سبزه نو. دور جوانی بشد از دست من، آه و دریغ آن زمن دلفروز. قوت سرپنجه شیری گذشت، راضیم اکنون به پنیری چو یوز. پیرزنی موی سیه کرده بود، گفتم ای مامک دیرینه روز. موی به تلبیس سیه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت کوز. وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم. دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی؟ چه خوش گفت زالی به فرزند خویش، چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن. گر از عهد خردیت یاد آمدی، که بیچاره بودی در آغوش من. نکردی در این روز بر من جفا، که تو شیر مردی و من پیرزن. توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیکخواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآنی کنی از بهر وی، یا بذل قربانی. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت مصحف مهجور اولاتر است که گله دور. صاحب دلی بشنید و گفت ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. دریغا گردن طاعت نهادن، گرش همراه بودی دست دادن. به دیناری چو خر در گل بمانند، ور الحمدی بخواهی 100 بخوانند. پیرمردی را گفتند چرا زن نکنی؟ گفت با پیرزنانم عیشی نباشد. گفتند جوانی بخواه چو مکنت داری. گفت مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست. پس او را که جوان باشد با من که پیرم چه دوستی صورت بندد؟ زور باید نظر که بانو را، گزری دوستر که 10 منگوشت. شنیدم که در این روزها کهن پیری، خیال بست به پیرانه سر که گیرد جفت. بخواست دخترکی خوب روی گوهرنام، چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت. چنان که رسم عروسی بود تماشا بود، ولی به حمله اول عصای شیخ بخفت. کمان کشید و نزد بر هدف، که نتوان دوخت مگر به خامه فولاد جامه هنگفت. به دوستان گله آغاز کرد و حجت ساخت، که خانمان من این شوخ دیده پاک برفت. میان شوهر و زن جنگ و فتنه خاست، چنان که سر به شحنه و قاضی کشید و سعدی گفت پس از خلافت و شنعت
گناه دختر نیست. تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت.